دست به دست نام گروهی است که 80% از آنها ایرانی‌اند. این گروه هر ماه به مرکز حمایت از بیخانمانان بیلیز کراس رود می‌روند تا از افراد مستمند با غذاهای گرم خانگی پذیرایی کنند. دزیره محبود 5 سال پیش همراه با عده اندکی از دوستان نزدیکش گروه دست به دست را تشکیل داد. از آن زمان تا کنون تعداد افراد این گروه مدام افزایش یافته است. ما کار خیریه برای بیخانمانان ماهونه میایم اینجا غذا بهشون میدیم برای 50 تا 60 نفر. زمستون هم از 150 تا 180 نفر رو غذا میدیم. غذای ایرانی سعی میکنیم بیشتر سرو بکنیم. امروز مثلا چلو کباب داریم، کباب کوبیده گرفتیم، سونیا عدس پلو دادیم، عدس پلو درست کردیم. این دفعه بهشون می‌خوایم دسر شله زرد بدیم، ببینیم شله زرد خوششون میاد بخورن. غذای ایتالیایی هم میدیم، لازانیا میدیم، میوه سالاد هم درست می‌کنیم بهشون میدیم، بستنی بهشون میدیم. آدم خوشحال میشه که بتونه به یک انسان‌های دیگه کمک بکنه و یا اینکه خیلی سپاسگزار از اون چیزی که خودش داره. یک عالم مردم هستن که واقعا نیاز دارن به غذا، فقط غذا، یعنی مینیمم چیزی که هر انسانی بایستی داشته باشه. برای اعضای داوطلب این گروه تهیه و تدارک غذا برای کسانی که معمولاً به غذای کافی دسترسی ندارند کار لذت بخشی است. دارم عدس پلو میخورم. یک عالمه غذای مقوی اینجاست که چاق کننده هم نیست. It brings all kinds of variety for us and everybody is so full. برامون غذاهای متنوع میارن و برای سیر کردن همه کافیه. وقتی این گروه میان ما خیلی خوشحال میشیم چون از جون و دل مایه میذارن و با وجود خستگی همیشه لبخند به لب دارن. پرسشی که مطرح می شود این است: آیا غذاهای سنتی ایرانی مثل شله زرد هم طرفدار دارند؟ شله زرد رو بعضیشون دوست داشتن، بعضیشون دوست نداشتن. Yes, I did have آره، از اون پودینگ های زرد هم خوردم. خیلی خوشم اومد. هر دفعه که گروه دست به دست میاد اینجا همه به دوستاشون خبر میدن که برای غذا بیان. غذا انقدر زیاده که برای همه هست. خوبی این داوطلبا اینه که کلی غذا میارن و غذای باقی مونده رو هم با خودشون نمیبرن. فداکاری و حسن نیت دزیره موجب همبستگی در بین اعضای مهمان نواز گروه دست به دست می شود. او به دیگران نیز پیشنهاد می کند که گروه‌هایی با خدمات مشابه برپا کنند. اگه یه مکانی بتونن درست بکنن، یه مکانی پیدا بکنن که هر کسی خونه‌اش یه غذایی درست بکنه، بعد بیان با هم دیگه تو اون مکان به آدمای بی خانمان، آدمایی که گرسنه هستن میتونن قشنگ غذا بدن. خیلی کار راحتیه. همه کارا رو من با ایمیل میکنم مکتوب.